یا امروز عاشق است و فردا متنفر. امروز خودش در اوج باور به خودش، به عشق، به این عشق، به این رابطه یا به این آرمان و هویت نگاه میکنه و فردا با شکست این آرمان، دیدن دروغ نهفته در این سعادت مطلق، حقایق مطلق، اخلاق مطلق یا این عشق مطلق، به عشق بی ایمان میشه، به زندگی بی ایمان میشه، به هویت خودش، به همه چی. و حالا از اون طرف دچار روانپریشی و خستگی و تنفر از همه چی میشه. ولی در این رابطه عشق و نفرتی گیر میکنه، بیرون نمیاد. در این حالت دوگانه، امبیوالنت به معنای روانشناسی، حالت عشق نفرتی، خشم و بدگمانی گیر میکنه و نمیتونه بیرون بیاد، به فردیت جدید خودش دست پیدا بکنه. در حالت افسردگی ما در حقیقت اسیر یک تصویر، اسیر یک عشقیم و فکر میکنیم با از دست دادن اون دیگه همه چیز خودمون رو از دست دادیم. نمیتونیم وارد رابطه‌ای بشیم که در اون در عین اعتماد به زندگی، به فردیت خودمون عشق هم بورزیم و این احساسات دو سودایی عشق نفرتی رو تبدیل به حالات پارادوکس بکنیم. احترام، عشق به دیگری بریم در اینا نقد، به عشق خندان، رابطه خندان، به رابطه تراژیک کمیک از نظر نگاه روانشناختی یا هنری، به خلاقیت. جامعه‌ای که بشه یا فردی بشه حالتی دست پیدا نکنه به این فردیت نو، به این ارتباط نو، به این بلوغ تازه که عشق مطلق ممکن نیست، سعادت مطلق ممکن نیست و حتی وقتی بزرگترین عشقت هم از دست بدی فردا عشقی نوعی ممکنه، به این دست پیدا نمیکنه، همیشه در این حالت افراطی از یک افسردگی و از یک طرف دیگر مانیک، خودباوری های و توهمات بیش از اندازه زندگی میکنه و محکوم به تکرار حالت افسردگی های فردی و جمعی است. محکوم به تکرار این سناریوست که یک طرف امروز امیدهای بزرگ داره، باور بزرگ به این رابطه، به این آرمان یا آن داره و فردا متنفر است از آن، از همه چی متنفره، تا عشق بعدی، آرمان بعدی، ایمان تازه و سپس تنفر بعدی نگره که از این سناریو بیرون بیاد. اینجاست که روانکاوی در حقیقت به ما نشون میده موضوع افسردگی، راه عبور از افسردگی، دستیابی به این بلوغ تازه است. دستیابی به توانایی سوگواری، بالاتر از قبر عشقهای از دست داده، آرمانهای از دست داده، درک ضرورت این که چرا باید از این عشق به پایان میرسید، این رابطه، این نگاه کهن، این هویت کهن به پایان میرسید و زمان دستیابی به یک هویت نو، جهان تو، نگاه فردی نوست. از این جهت که نگاه‌های مختلف روانکاوی و شیوه‌های مختلف روانکاوی تلاششون بر این عبور از این سناریوی کهن و دستیابی به بلوغ تازه، باور تازه به زندگی و فردیت خود و یافتن راه فردی خوده. ولی هر کس به شیوه این کار را پیش میبره. بعد از فروید در حقیقت مکتب روانشناسی من به تعبیر کسانی مثل آنا فروید موضوع اصلیشون در بحث افسردگی بحث این بود، نظر اونها بیشتر به این بود که افسردگی در حقیقت در حقیقت خشمی است که به جای اینکه به سمت دیگری نشانه رفته باشه به سمت خودت نشانه رفته. خودکشی انسان، زنی که خودش آتیش میزنه چون رابطه داره داغونش میکنه در حقیقت خشمی است و میل کشتن دیگری است یا کشتن این رابطه است و چون از پسش بر نمیاد و نمیتونه اون رو بیان بکنه چیکار به خودکشی دست میزنه. و کار روانکاوی در حقیقت این است که فرد کمک بکند این احساسات متناقض خودش درک بکنه و ببینه چه تغییری باید در روابط، در زندگی دست بیاره و به عشق فردی خودش دست پیدا بکنه. چون در رابطه افسردگی انسان در حقیقت اون مطلوب، اون عشق، اون آرمان چنان براش بزرگه که فرد در حقیقت من خودش، فردیت خودش هر چه بیشتر از دست بده کوچیک‌تر میشه. به این خاطر نمیتونه حرکت بکنه، دیگه به زندگیش نمیتونه برسه، چون تبدیل به کودکی میشه و اون تصویر چنان بزرگه که اون فقط تمام زندگیش در پی این تصویره. یک لحظه باهاشه و لحظه دیگه جا خالیش احساس میکنه، یک لحظه تبدیل میشه به عاشق این تصویر، بعضی در لحظه دیگه تبدیل میشه به صدای وجدان که خودش میخواد سرکوب بکنه و نمیتونه از این سناریو بیرون بیاد. و راه روانکاوی کمک به رشد فردی و بلوغه. در مرحله دوم روانکاوی با ایجاد روانکاوی خود یا روانشناسی خود و مبحث خود نارسیسم یا خودشیفتگی انسان و ساختار نارسیستی انسان مطرح میشه، هرچه بیشتر مورد توجه قرار میگیره از طرف کهوت و دیگران که در حالت افسردگی انسان‌ها با زخم‌های عمیق
نارسیستی خودشون در دوران کودکی، روابط غلط کودکی روبرو میشن. انسانی که در یک عشق ضربه میخوره، در این حالت این به این خاطر بیشتر ضربه میخوره و اسیر اون درد میمونه، چون این درد، این ضربه یادگار غم از دست دادن مادر یا پدری است که هیچ وقت جای خالیش دیگه پر نشده. غم از دست دادن ضربات دوران کودکی است که در اون انسان همیشه احساس کرده دیگران بهش علاقه ندارن و حالا از دست دادن عشق جدید به معنای تکرار این حادثه قدیمی است، به معنای تکرار زخم قدیمی است که دوباره سرباز میده. به این خاطر این حادثه جدید اینقدر زهرش آوره و این فرد نمیتونه از پای قبل بلند بشه. و اینجاست که روان درمانی خود یا روانشناسی خود و مکاتب مشابه اون کمک میخوام بکنن که فرد این زخم‌ها رو ببینه و یک رابطه نو و این کاری که این زخم‌ها ترمیم پیدا بکنن و به یک فردیت یا یک خود نو دست پیدا بکنن. در مرحله سوم روانکاوی که با لکان شروع میشه، در حقیقت لکان اهمیت موضوع رو این قرار میده که چطوری ما در حالت روان افسردگی لحظه‌ای است که ما برای ما دیگری، چه عشق باشه چه یک آرمان باشه، تبدیل به مطلوب مطلق، به عشق مطلق شده و ما ناتوان از دستیابی به این بلوغ تن دادن به این بلوغ هستیم که ما محرومیم از بهشت گم شده. در این لحظه اون دیگری که از دست دادیم یادآور مادر گم شده است، بهشت گم شده است و ما فکر میکردیم یا میکنیم همین که این آرمان، این هویت از دست دادیم، دیگر هیچ وقت به اون بهشت گم شده از دست پیدا نمیکنیم، به اون عشق دست پیدا نمیکنیم، در حالی که عشق گم شده، بهشت گم شده هیچ وقت کامل به دست نمیاد. این بلوغ انسانی است. انسان افسرده در حقیقت اسیر یک تصویر مطلقه، یک مطلوب مطلق، مثل یک انسانی که اسیر ماده مخدره و خیال میکنه از یک طرف با کمک ماده مخدر میتونه به اوج خوشبختی دست پیدا کنه و از لحظه دیگر حالت چی پیدا میکنه؟ خماری، درد و اسیر این سناریوی نشگی و خماری باقی میمونه. همینطور انسان افسرده هم در این حالت اسیره، چون در حقیقت انسان افسرده انسانی است که خراباتی است، اسیر این یک عشق مطلقه و فکر میکنه به خاطر اینکه این عشق رو دست پیدا بکنه باید، اگر اون رو نداشته باشه دیگه هیچ نداره و نمیدونه که این دروغه. همیشه عشق‌های دیگه ممکن است، همیشه راه‌های دیگه ممکن است، همیشه زندگی امکانات جدیدی برای خوشبختی در اختیار ما میذاره و در این حال ما هیچ وقت به خوشبختی نهایی دست پیدا نمیکنیم. چون خوشبختی نهایی، بهشت نهایی به معنای مرگ انسانه، به معنای سترونی یک جامعه است، به معنای مرگ خلاقیت بشری است. زیرا افسردگی جزء ذاتی خلاقیت بشری است. زیرا در حقیقت اینجاست که در پایان بحث من بهش میپردازم، همه خلاقیت بشری بخشی اینه که ما احساس میکنیم هیچ وقت معنای نهایی زندگی رو نمیتونیم پیدا کنیم، هر چه بیان میکنیم هیچ وقت اون کلام نهایی نیست و اینجاست که خلاقیت به وجود میاد، چون پی میبریم که با زبان نمیتوانیم خواستمون رو بیان بکنیم. این افسردگی ما رو وادار میکنه به شعر پناه ببریم، به نقاشی، به موزیک پناه ببریم، به خلاقیت‌های عشقی، فکری، تفکرات نو پناه ببریم، ایجاد بکنیم تا بتوانیم به شکل دیگر آن را بیان بکنیم، آنچه را که ناممکن است بیان بکنیم و در این حال میدانیم که این ناممکن هیچگاه کامل قابل به بیان کردن نیست. بنابراین بحث بلوغ، بحث عبور افسردگی، دستیابی به این تحول نوست، دستیابی به این بلوغ نوست و عبور از این تفکرات کارن. و اینجاست که ما وارد بحث جامعه ما میشویم و معضلات افسردگی در جامعه ایران که در حقیقت هر که دوستان میدونن یکی از معضلات عمیق جامعه ما مباحث مربوط به افسردگی است. چرا جامعه ما اینقدر افسرده است؟ یکی از دلایل عمیق مهم آن این است که جامعه ما بسیار خراباتی است. چرا که انسان ایرانی یا در درون خودش عارفی دارد که همیشه به دنبال یک عشق مطلق گشته، همیشه به فکر کرده با سرکوب خودش، با سرکوب فردیت خودش میتونه به این عشق مطلق، به این مادر مطلق، به این بهشت گم شده دست پیدا کنه و چون این دروغ بوده بهای اون همیشه با افسردگی و ناممکنی این خواست دریافت کرده. بسیاری از قهرمانان ما، بسیاری از جریانات سیاسی حتی اجتماعی ما هنوز اسیر این عشق مطلق، این مادر مطلق یا آرمان مطلق بوده و هستن و بهای اون رو با افسردگی فردی و جمعی هم پرداختن. بنابراین یک بحث مهم جامعه ما درک این حالت خراباتی ماست که طرف دیگرش افسردگی است، پرستش درد در درون جامعه ما، عبور از اون، عبور از این عارف درونی که سعی میخواد بکنه برای دستیابی به بهشت به قول معروف فکر کنه خودش باید بکشه تا تبدیل بشه با آینه پاک برای نور دیگری.